اگر این زن نبود، درس خواندن برای زنان و دختران ایرانی هنوز حرام بود. اطراف چهارراه حسن آباد در خیابان حافظ فعلی را که بگردید، کوچه طوبا را پیدا می‌کنید. اما کمتر کسی می‌داند پشت این اسم روی تابلو چه داستان‌هایی نهفته و این اسم به نام چه بانوی بزرگی اشاره دارد. در زمانی که افرادی همچون شیخ فضلالله نوری درس خواندن زنان را حرام می‌دانستند، طوبا آزموده در سال 1286 با تمام وجود جنگید و با وجود مخالفت‌های زیاد اولین دبستان دخترانه را در تهران تأسیس کرد. نام این دبستان ناموس بود و ابتدا در منزل شخصیش دایر شد. اما بعد از گذشت 8 سال او توانست تعداد مدرسه‌های دخترانه را به 6 عدد برساند و 3000 نفر را در آنها ثبت نام کند. البته 1 سال قبل از تأسیس دبستان ناموس، بیبی خانم استرآبادی مدرسه‌ای به نام دوشیزگان تأسیس کرد. اما به خاطر حملات زیادی که به آن شد، این مدرسه مدت کوتاهی پابرجا ماند. در نتیجه طوبا آزموده دست به کار شد و مدرسه‌ای را در منزل شخصی خود تأسیس کرد. آزموده در شرایطی زنگ مدرسه ناموس را در خانه خود به صدا در می‌آورد که شیخ فضلالله نوری فتوا داده بود تأسیس مدارس دخترانه مخالف شرع اسلام است. طوبا آزموده برای خنثی کردن مخالفت‌ها و تبلیغات سنتگرایان مثل شیخ فضلالله نوری و عامه مردم از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کرد. او مشخص کرده بود که کتاب‌های مذهبی و قرآن در همه کلاس‌ها تدریس شود. همچنین عبارات و کلمات قصار بزرگان دین را با کمک 2 تن از شاگردانش بر دیوارهای مدرسه برای توجه هرچه بیشتر مردم نصب می‌کرد. او با ترتیب دادن مجالس روزه‌خوانی 1-2 بار در سال تبلیغات مخالفان تحصیل دختران را خنثی می‌کرد و به این شکل مدرسه دخترانه ناموس توانست پابرجا بماند. طوبا آزموده 21 سال بعد نخستین دبیرستان دخترانه را نیز تأسیس کرد. او علاوه بر اینها مدارس اکابر را نیز برای جذب زنان مسن راه اندازی کرد. طوبا در سال 1257 در یک خانواده با سطح مالی متوسط به دنیا آمد. پدرش فردی با سواد و ارتشی بود. او در خانه نزد آموزگاران سرخانه تحصیل کرد و بعد از ازدواج به آموختن فارسی و عربی و فرانسه ادامه داد. در 14 سالگی به ازدواج مردی نظامی درآمد، ولی خیلی زود جدا شدند. بعد از جدایی همچنان به تحصیل در علوم مختلف پرداخت. ناگفته نماند دلیل مخالفت علما با احداث مدارس دخترانه این بود که می‌گفتند چیزی که مانع احداث مدرسه دخترانه است نبودن اداره نظمیه و نداشتن پلیس مرتب است. بعد هم با جوانان جاهل و اشخاص اعزب چه کنیم؟ باید نخست اداره پلیس و نظمیه را مرتب کنیم تا در مواقع لزوم از دختران حمایت کنند و دیگر آنکه معلم مردانه نمیتوان برای دختران آورد، پس باید به فکر معلم زنانه باشیم. اما پا گرفتن مدرسه‌ای که ویژه تحصیل دختران باشد کار آسانی نبود. در روزگاری که نه مکتب و مدرسه به اندازه کافی وجود داشت و نه تحصیل برای دختران مرسوم بود، طوبا آزموده اولین دبستان دخترانه را تأسیس کرد که کاری بس دشوار بود. از این به بعد وقتی از کوچه طوبا در خیابان حافظ فعلی رد شدید، دیگر می‌دانید که این کوچه یادگار از نام چه بانوی بزرگی دارد. طوبا آزموده در سال 1315 در سن 58 سالگی درگذشت. بعد از مرگ وی دبستان ناموس تا سالها پابرجا بود تا اینکه بعدها نام دبستان از ناموس به دبیرستان شهناز تغییر کرد. روحش شاد و یادش گرامی.